دوستان یه کلیپی من تو گوشی دیدم که میگفت که اون انارایی که گلش بازه انارش خوبه مرغوبه و اون انارایی که مثل این گلش بسته است انارش خوب نیست. من اینو میخوام ثابت کنم که این انار که میبینید گلش هم بسته است خیلی انار خوبیه و هم آبدار هم رسیده هم شیرین و انار باید ذات و بوته خوبی داشته باشه. ببینید انار واقعا رسیده، شیرین، آبدار، نوندار. انار خودش میخواد باشه. نگاه کنید. به 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 رحمت به اون شیری که تو رو خورد انار. اینم گل سرسبدش هم بکنم. اینم انار.